مام جلال سکرتری گیشی یکی دانشمندی کردستان سال 1933 جدایی بود. سال 1948 خوندنا سراتایی به داوی کرد. آمادهی لحوله رو کرکوک به داویانی. سال 1952 چو کلژ مافل زانینگاه بغداد. سال 1947 بو اندام پارتیا دموکراتا کردستانی. سال 1953 وکا سکرتر خوندکاران ها تحل بجارتن. سال 1954 بو اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستانی. سال 1961 بو سرنویسر روزنامه یا کردستان. روزا 1/6/1975 یکی دانشمندی کردستان لشام دامزران. سال 2003 اندام انجمن حاکم بود. سال 2005 بو سروکمار عراقی. روزا 11/11/2010 جارکدن بو سروکمار عراقی. روزا 24/7/2014 داوی به پستاوی هات. سال 2008 وکا جیگر سروک سوشیال اینترنشنال هاتهل بجاردن. روزا 18/12/2012 توشی ستروک آنکو کریزا میجی بود. روزا 19/7/2014 و گریا کردستان و ای روژی لبرلین جژیان مالابایی کرد.